خیلی. حالا یه سوال دیگه، شما پادشاه رو چی صدا می‌زدید؟ خب اینو چندین دفعه از من پرسیدم ولی نگفتیم. نمیگه، حالا گفتم این بار به ما میگید، ولی مسلم خودتون بودید دیگه، اعلیحضرت نمیگفت. نه دیگه اعلیحضرت نمیگفت. ایشون به شما فرح میگفت دیگه بیشون یا اسم خاصی داشت؟ خب نه خب بعضی وقتا به شوخی مثلا اعلیحضرت سر وقت بودن و خوشبختانه به من یاد دادن. بعضی وقتا که مثلا میرفتیم خونه نمیدونم یه کسی ملکه مادر یا یکی از والدت‌ها شام، مثلا تو ماشین بودن، بعد مثلا من هنوز حاضر نبودم، بعد به بچه‌ها گفتم برین ننه‌تون رو صدا کن.